الرحیم. خب امروز رسیدیم به جلسه چهارم از سیمای ام المؤمنین عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهما. تا اونجا رسیدیم که گفتیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم در غزوه بنی مصطلق که ام المؤمنین عایشه رو با خودش همراه برده بود، در برگشت از این غزوه ایشون بالاخره کاروان وقتی که برمیگشته در صحرا در جایی قرار گرفته بودن، با توجه به اینکه خب جسمن کوچیک بودند و کاملا مشخص نمیشد کاروان وقتی که حرکت میکرد میرفت برمیگشت مثلا بلند میشد، فکر کردن ایشون در هودجه و ایشون در محلی که خوابیده بود همون جوری خواب بوده، مثلا متوجه نشد چه اتفاقی افتاد. کاروان رفت. همیشه رسول خدا صلی الله علیه و در پایان هر کاروان یکی از یارانش رو میفرستاد یا چند تن رو میفرستاد که برید مثلا ببینید چیزی جا نمونده از کاروان، بالاخره از این سپاهی که وجود داشتن. یکی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و میره میبینه ام المؤمنین عایشه است، میگه شما هستید؟ میگه آره. و بالاخره اون شخص شطور خودش رو به ام المؤمنین عایشه میده و ام المؤمنین عایشه رو با خودش میاره در حالی که خودش جلو بود و ایشون هم بالاخره همراه خودش میکنه پشت سر و میاره به مدینه. منافقان اینجا گفتیم که رأس منافقان و اصلا منافقان که دنبال یه فرصت بودن، با تماشای این صحنه شروع کردن چیکار کردن؟ برنامه‌ریزی و تهمت نسبت به ام المؤمنین عایشه. چرا که اینا همیشه دنبال یک فرصتی بودن که بتونن یک ضربه بزنن و این حادثه افک یعنی تهمت بزرگ، تهمت که واقعا ناصحیح و غیر اخلاقی بود، در اونجا نسبت به ام المؤمنین عایشه و این صحابه پیامبر زده شد به گونه‌ای که این تأثیر بسیار زیادی، درد فراوانی بر قلب ام المؤمنین عایشه وارد کرد و طبیعی بر قلب هر زن پاکدامنی یک چنین اتفاقی میفته وقتی که کسی چنین تهمتی بزنه. و تنها به ایشون ختم نشد این فشارهای روحی روانی بر خانواده پاک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، بر خانواده ابوبکر صدیق به شدت فشار ایجاد کرد بر امت در بین مسلمانان و تقریبا نزدیک یک ماه این فتنه طول کشید تا اینکه آیات الهی در براءت و پاکی ام المؤمنین عایشه نازل شد. همچنان که در داستان مادر ایشون ام رومان ما این مسئله رو نقل کردیم و بالاخره این شهادت هم از طرفی برای ام المؤمنین عایشه بود و هم شهادتی بر صفوان بن معطل بود که ایشون هم خب متهم شده بود که بالاخره ایشون ام المؤمنین عایشه رو آورده بود و کسی هم نمیدونست. و منافقان وقتی اینا که یک سخنی رو به سر زبان میندازن، ببینید چگونه میتونن ذهنیت ها رو خراب بکنن، تازه اون صدر اسلام. حالا ببینید بعدها چه اتفاقاتی میفته و این چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. اون چه که ما میتونیم از این داستان ببینیم، از این آزمایش بزرگ و این فشار روحی که بر ام المؤمنین عایشه پیامبر و خانواده ابوبکر نازل شده، میفهمیم چقدر سنگین بوده. اما پاداشی رو هم که پروردگار نصیب اینها میکنه و درسی رو که از این واقع مسلمانان تا قیام قیامت میتونن بهره مند بشن، این هم خیلی ارزشمنده که ما میتونیم این رو ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاده. بله، خداوند پیامبر خودش رو، مؤمنان رو در غزوه بنی مصطلق یاری کرد، پیروز شدن اونها و منافقان همچنان کینه در درون سینه‌شون بود تا اینکه بالاخره اومدن کینه خودشون و نفرت خودشون و توطئه و دام خودشون و اتهام خودشون رو بر ام المؤمنین عایشه که محبوب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود وارد کردن. این شایعه و این تهمت که اینجوری زده شد از طرف بزرگ منافقان عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول، یک فتنه کوری بود که جامعه اسلامی رو به شدت لرزوند و منافقان هم خب این رو در قلب‌های خیلی از مسلمانان، خیلی از مسلمانان قلب‌هاشون در اون رده ایمانی نبود و چون حرف کسی هم غیب نمیدونه، حتی خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که متأثر از این جریان شد که خداوند میگه و فیکم سماعون لهم، در میان شما کسانی هستند در سوره توبه که می‌خوان ببینن دنبال بهانه بگردن از شما، بالاخره نقطه ضعفی پیدا کنن و شما رو در شرایطی قرار بدن که بتونن شما رو در ضعف و اینها قرار بدن. اما ببینیم این داستان چگونه بود. این داستان رو خب کتب سیره نقل کردن، صحاح حدیث امام بخاری، امام مسلم، کتب سنت صحیح دیگه، مسندهای دیگه، همه این رو نقل کردن. در همه تفاسیر اومده که ام المؤمنین عایشه هم خودش این موارد رو در روایت متعدد این رو نقل کرده که اینجا روایت امام بخاری رو ما ترجیح میدیم بر این داستان که روایت ایشون رو بشنویم. داستان اینجاست که ام المؤمنین عایشه میگه که ما اومدیم مدینه. خب ایشون میگه که
من تقریبا نزدیک 1 ماه بود که ناراحت بودم. فاشتکیت حین قدمت شهرا، وقتی که اومده بودم نزدیک 1 ماه بود که ناراحت بودم و بیمار بودم. اما در حالی که مردم میگه که در مورد داستان جریان افک، تهمتی که من زده بودم، داشتن شایعات پراکنده پخش میکردن. اما لا اشعر بشیء من ذلک، اما من هیچ حس نمیکردم، خبر نداشتم، نمیدونستم چه اتفاقی میفته. و خب اون چه که میگه برام بود، میدیدم که یک حالتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون محبت و لطفی که در گذشته به من داشته نداشته. در حالی که خب من بیمار بودم، ناراحت بودم، میدیدم اون توجه رو به من نمیکنه. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیش من میومد میگفت حالت چطوره؟ بعد با پیامبر میرفت. اصطلاح عربی میگن کیف تیکم، چطوری؟ بعد میرفت دیگه، نمیپرسید مثلا همدردی بکنه، یا مثلا من دفعه دیگه که اون همیشه که مثلا من نسبت محبت و اینها داشت. و خب من این رو حس می‌کردم یک اتفاقی افتاده، یک مسئله‌ای هست و روزها میگذره رسول خدا صلی الله علیه و سلم این گونه با من برخورد میکنه. یک ابری از غم و اندوه تمام زندگی من رو در بر گرفته بود و من نمیدونستم چه باید بکنم، چی هست. تا اینکه چرا که ام المؤمنین عایشه خبر نداشت که چه تهمتی علیه زده شده و چه اتفاقی افتاده، فقط متوجه میشد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به ایشون بی توجه هست. خب بعد از این غزوه بنی مصطلق که اومده بودن و این اتفاقات افتاده بود و ایشون نمیدونست چیه، چرا که ایشون در اون غزوه بنی مصطلق، خب در حالی که اون در اون محل استراحت میکنه، ایشون رفته بود برای بالاخره قضای حاجت. وقتی که برمیگرده میاد ببینه خب کسی نیستش که دیگه اونجا، مثلا ناله یا خواب بودی هر چیزی، کسی نیست که بعد اون بالاخره صحابی ایشون رو میبینه و در پایان کاروان ایشون رو با خودش میاره. ایشون میگه که من بالاخره تصمیم گرفتم برم خونه مادر خودم، خونه پدر خودم و گفتم دیگه برم اونجا دیگه. حالا پیامبر خدا صلی الله علیه و من توجهی نمیکنه، من هم بیمارم و متوجه شدم یه اتفاقی افتاده. در هر صورت میگه من یه روز که از خونه بیرون رفتم، مستح ابن اثاثه، کسی بود که خب اینا کمکش میکردن، پسرش هم کمک میکردن، اینا به من گفت خبر داری که این تهمت بزرگی که مردم به تو زدن در بین تو پیچیده؟ میگه وقتی به من خبر دادن مثل این که من میخواستم بیهوش بشم، فکاد ان یغما علیها یغما علیها، یعنی از شدت فشار این تهمت من دیگه میخواستم به کما برم و بیهوش بشم. میگه 2 شبانه روز من گریه میکردم و گریه من قطع نمیشد و قلب من آتش و خشمش و جگر من پایین نمی اومد که چه اتفاقی افتاده و نگاه میکردم که چی شده. ببینیم دنباله داستان چیه. تا اینکه ایشون میگه که من در همین حالت بودم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر ما وارد شد، سلام کرد و میگه مدت ها بود که پیامبر دیگه نمیومد پیش ما بنشینه حرفی بزنه، اینها مدتی گذشته بود، میگه خیلی زیاد طولانی بود، میگه تقریبا نزدیک 1 ماه بود و خب در مورد منم چیزی وحی نازل نشده به ایشون. بعد میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم شهادت این رو داد و بالاخره تشخیص کرد. بعد نشست و بعد گفت عایشه نگاه بکن، به من در مورد تو فلان و فلان خبر دادن، فلان مسائل رو. اگر تو از این مسائلی که بهت تهمت زده شده، مثلا گفته شده بری هستی، بیگناهی، که خب خدا بیگناهی تو رو ثابت خواهد کرد، روشن خواهد کرد، خداوند اینجوری رها نمیکنه. اما اگر واقعا گناهی کردی، مرتکب چنین گناهی شدی، باید طلب بخشش بکنی از خدا، توبه کنی به نزد خدا، چرا که خداوند وقتی بنده‌ای توبه بکنه و اعتراف بکنه به گناه خودش و برگرده به سوی خدا، خدا هم به سوی اون برمیگرده و توبه اون رو میپذیره. میگه که واقعا این سخن خیلی سخت بود. میگه الله اکبر ما اعظمها در کلام، چقدر این سخن برای من سخت بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه، اونجا در شعر میاد که عتل کرب الذی امسیت فیه یکون وراءه فرج قریب، میگه مصیبت بزرگی بود، اما چه بسا که پشت این مصیبت یک گشایش بزرگی، یک بالاخره پیروزی بزرگی باشه. ایشون ام المؤمنین عایشه میگه تمام وجود من، سخن، قلب، بدن، اعضای بدن من، تمام وجودم از سخنی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت به شدت درد اومده بود. میگه اشک‌های من همچنان از چشمام سرازیر بود تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنش رو تمام کرد. سکوت تمام مجلس رو گرفت، جلسه‌ای که ما نشسته بودیم. میگه که اشک‌های من دیگه خوش شد و دیگه حالا من فرصت پیدا کردم که بتونم حرف بزنم. رو به پدرم کردم، گفتم یا بابا تو در جواب رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در مورد من بده. پدرم گفت والله ما ادری ما اقول رسول الله صلی الله علیه و سلم، قسم به خدا من نمیدونم پیامبر چی بگم. رو به مادرم کردم، گفتم مادر عجیب رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ما قال، تو جوابشو بده، تو جواب این تهمتی که زده شده، این سخنی که بده. مادرم هم گفت والله ما ادری ما اقول رسول الله صلی الله علیه و سلم، من نمیدونم چی بگم. ایشون میگه خب من آدم کم سن و سال بودم
و زیاد هم از قرآن نخونده بودم و هنوز زیاد نمیدونستم و وقتی که این موارد رو شنیدم خیلی در دلم درد گرفت و گفتم که قسم به خدا من بیگناهم، والله یعلم انی بریئة، خدا میدونه که من بیگناهم، میدونه که به من تهمت زده شده، چرا شما حرف من رو قبول نمی کنید؟ و میگه من همیشه در ناراحتی بودم و داشتم این حرف رو میزدم و اشاره به آیه قرآن از سوره یوسف کردم، فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون، صبری زیبا رو من پیش خودم خواهم کرد و خداوند رو به یاری میطلبم در اون چه که به من گفته میشه. در هر صورت میگه در اون شرایطی که فتنه این چنین بود و وضعیت این گونه بود، یک دفعه دیدیم که اصلا تعجب بود. میگه والله ما رام رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا خرج احد من اهل البیت، میگه هنوز پیامبر بلند نشد و کسی هم از خونه خارج نشده بود حتی انزل علیه، تا اینکه آیات بر پیامبر نازل شد، فاخذه ما کان یاخذ من البرحا حتی انه یتحدر من الجمان من العرق و هو فی یوم شات من ثقل القول الذی انزل علیه. اون حالات وحی رو میگه که دیگه بر پیامبر شروع شد نازل شدن و عرق برای بدن ایشون سرازی شد سر و صورت و میگه یه دفعه قالت، میگه فما سری عن رسول الله صلی الله علیه و سلم سری عنه و یضحک، یه دفعه رسول خدا صلی الله علیه و خوشحال شد و خوشحال شده بود و داشت رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخندید و اولین کلمه‌ای که پیامبر گفت یا عایشه اما الله عز وجل فقط بره، یا عایشه خدا تو رو تبرئه کرد، بیگناهی تو رو ثابت کرد. میگه تو این لحظه مادر من گفت پاشو برو طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، قومی الیه، برو به طرفش. گفتم فقلت لا والله لا اقوم الیه، مادر من نمیرم الان پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم ولا احمد و شکر گزاری نمی کنم الا الله عز وجل، مگه خداوند عز وجل رو. که در اینجا آیاتی که نازل شده در این سوره ما میبینیم که ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم، که دیگه حدود 11 آیه در این ارتباط یا 10 آیه است که همه در همین موارد نازل شده که اشاره میکنه به پاکدامنی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که خداوند یک چنین منزلتی رو نصیب ایشون کرده. تا همینجا داستان رو داشته باشید تا ادامه داستان سیمای ام المؤمنین عایشه رو در جلسه بعد بتونیم خدمتتون ارائه بدیم.